نکنه منتظر کنه این طرف همه جا فریادم و در اون چیدم درایم. ای خدا ای خدا با کودک رو گرفتن نتوانید. من چطور گرفتم نتوانم. بهترش من از زلیخا میروم. شاید او کمک بتواند. گورک بشرف اما دوز رفتن نمیتواند. چی؟ با من بیا بحری. حضرت تو را انتظار است. خوب شده است. زودتر. چه کاری میکنی نمیکنی آن نوارها را به دست دار عبدالله، وگرنه همه‌اش آشکار میشود و تو مرتبت را از دست میدی. خواطر نشود سردارم، همه‌اش خوب میشود. حضرتم من آمدم. بحری تو به ما جسارتت را نشان دادی. به تو وظیفه نو میدهیم. به چشم حضرتم. پشیمان شدم گفته به نزد دکتر میرویم. مادرت هم در آنجاست. در دست دکتر امانتهای ما هستند. جایشون را انیق کرده آن نوارها را گرفته به نزد ما می آیی. همه گپ‌های مرا فهمیدی بحری؟ اطاعت حضرتم. بحری امانت را که گرفتی دکتر را هم بکش. دکترم دیگر نمانم که حد میشود. البته جد میشود. شما خواهده نشود. خدا را شکر که ما نکرد. رئیس در اینجا ایستادن شما شرط نیست. اگر لازم شده شما رو نکنید. تشکر دکتر. بایلش دکتر. این مکتوبی مادری که چه؟ مکتوبی رو نابود میکنیم رئیس. اینها را نابود میکنیم. حالا این چکیم؟ دیدار اون رو با ما بید. این شهباز لنگ با شکاری کرده ایستادن. شنود؟ نترسید. به شما ضرر نمیرسونم. مرا به نزد زلیخا برید. میخوام پسرم را آزاد کنم. تشکیلات میداند که قماندان را کشته است. با تو چطور باور کنم سینان؟ به خدا راست میگویم دکتر. چرا من دروغگویم؟ آخر آن کودک بحری جان و جگری من است.
با او مگر من بدی میخواهم؟ چند سال پیش مادرش را بدبخت کرده بودم، اما اکنون از آنها عذر پرسیدن میخواهم. شاید مرا ببخشند. آقای طاهر، در این باره به سینان باور کردن میتوانید. آقا، سینان را به نزدیک پذیرای خود برم. آقا زود کیزبان زیاد میشود. تو هم نخور، خودت نشد زیاد میشود. کیزبان طاقت کن. آردری زودتر. دیلا، تو هم را. با آنها چی میشود معلوم نیست. مایل شود. این مادری که چه کجا شد؟ حالا ایستین حسابی کارتا میدهی. حالا میبینی خاکتون رو میدیزم. میبینی با تو چیکار میکنم؟ میبینی آسوبا کجا شده؟ اومدن گذارید بشینید. کاش قلم بوی که چرا یابید. میابیم شما غم نخورید. مکتوب رو دیگه انشاءالله یکی ما میابیم هیچ پروا نکنید. زود کار کرده. آن نوارها را از طاهر گرفتی. گناههای 70 ساله سردارمان و گناههای دیگران آشکار می شود. گناهها خیلی کلانند. آن نوار در دستی تو چی کار میکند؟ همه حجت ها در دست من. گبر و دراز نکرده زودتر رو. و اگر آن نوارها را گرفتن نتوانی قدرتتان از دست میرود با تن. گیر. چه شد؟ سینان رو یافتید؟ افسوس نیافتیم. اگر گفتهاتون رو اثبات نکنید همراه سینان شما هم میمورید. فهمیدید؟ پراکنده شد. زودتر. اجر کماندو. چی شد سیفی؟ بچه رو یافتی؟ یافتم اما آوازه نتوانستم. او بچه ای خیلی زیرک بوده. سینون گریخت سیفی. کیلور کرد. اگر اون بچه رو نیابیم کفای ما هم دود میکنم. آیدین چی شد بوتن؟ دکتر بعد نوارهایی اکل رو یعنی سردار رو گرفتن. این کار رو نباید در بالا فهمند. خوب چیکار میکنیم؟ از دست ما چی میآید؟ این خطی چه افای دکتر سینان گفته بود که اوکای ها مرده است. بر خرابگاهی دادن است. با دادن در حس بودنت را میدانم. این کار رو حل کرده میتوانی؟ میتوانم بوتن. رو با کجا بود؟ بچه چیز داده نکنیستم. عقلت بسرت آمد خطیچه ها؟ معلوم می شود که تو در اینجا تماما دیوانه شده ای. یک چند مدت اینجا میمانی.
من پسرم جدا کردن نمیتوانید. رو مییابم و تو رو میکشم. الو ایتینین توی؟ خیلی وقت شد که به اون خوردیم. از توی خواهیشی خوردکک در قرارگاه هست. خطیشه گفتنی زن هست در آشخونه کار میکردن. ها کی بود؟ اوبا مولوزی اکاش تدیرو همون شده است. اگر او را با ما فیریستی از تو میندار میشویم دوزن. گیر راستایدین با من در کارم نیست. برنگردن هم روزی هست. نه خواطیر نشو با تو برمیگردونیم. تشکر دوزن تشکر. چه شد ایتین؟ قبول کرد؟ تمام مسئله حل شد با تو. خوب بیا رفتیم. تمام سیفی سلام آدم ها رو جمع کنید. خدیجه قول میدیم که کودکت رو با تو میارم. در گوشش از تو خونده نامش برداشتن از امونیستم دیدرکم که میدوند که از کجایی. پسر بود یا دختر؟ پسر بود. نامشو چی بزاشتن میخواستی؟ سلیمان گذاشتن میخواستم. باید گریه نکن او رو میابی وعده دادم او رو با تو میابم. تو هم از خطیچه جدا شده نمیتوانی. اکنون شما را جدا میکنم. خبری خوش خطیچه تو را با وطنت به ترکیه میفرستم. چی شد؟ خورسن نیستی آخر صورتت میادی. به هیچ کجا نمیرم. کودکم در اینجا به هیچ کجا نمیرم. خطیچه آروم شو. گیرید این دیوانه رو از اینجا برید. کودکم رو نگیرید به هیچ کجا نمیرم. دخترم چطور رفت؟ او رو جراحی کردم. تیرو هم برآوردیم. سیاد بشد. آن خواهین دخترم را بیرحمانه پرد. اما من این کارو این طور نمیمونم. مکتوبی مادری چه دخترش رو میکند. دکتر گفتون رو گوش کردم. درباره این دواری پیش قبلی زدید. با او چیکار کردن؟ بچه‌هایی که ساتدار می‌پسوید. اگر این کار آشکار شود کپای چیتین میسوزد. ولی همینطور میشود چیتین و همه آدمانش جزا خواهند دید. دکتر گوش کن. اگر اون نوار رو با من دیدی با مکتوبی مادر کیشی به جای دادگاری میرسونم.
مایلش رئیس یک فکر کرد بدنم مایلش فکر کن دکتر اجازه بدید در نزد دخترم کمتر مایلش سلامت باشید رحمت باری؟ آقای دکتر من خیلی پشیمان شدم مادرم را دیدن میخواهم دستش را بوسیده عفو میپرسم اگر مرا ببخشد دیگر از نزدش دور نمیشوم تو رو چطور رها کردم باری؟ من گریختم تمام حالا مادرت بیمار است کمی به خدایت بعد رو میبینی تشکر آقای دکتر خدا از شما روزی باشد خدا از شما راضی باشد از همه دخترم از همه برفین؟ برفین دخترم برفین چی شد؟ خوبم میومد چطور رسیده؟ رنگ تماما پریده است یومد گفتم که خوبم برفین تو به یلماز نگفتی دخترم؟ شما از کجا میدانید مادر جان یا اینکه بیلو گفت هیچ کس نگفته است مادرها از همه چیز با خبرند چی شده است برفین بگو به من هیچ چیز نیومد برفین خدا نصیب کند فرزندانی شوید چی شد دخترم؟ آنها به پسرم ضرر نرساندند چی شد دیلا؟ طاهر خوبه؟ حال طاهر هم قیزبان هم شکر که خوبند خوب کو به درون درآید بیا شرم ندار سینا کار میکنید درها به او حمله نکنید با دیدنی زلیخا اومده است با اون صحبت کردن میخواهد بیست نترس و تو ضرر نمیرسانم چیکار میکنی تو در اینجا؟ چی میخوری؟ چرا آمدی؟ چرا؟ باری یعنی برای پسرمان اومدم زلیخا برای پسرمان اومدم این کارو چی کردی؟ چی کار گرفتی؟ به نزد مادرم میروم گفتم اجازه ندادند دیدم نمیشود همه با تامخوری مشغول بودند من گریخته آمدم آفرین با تو در آخر راهی خطا بودنت رو فهمیدی دختر جانم جیگرم الدا در کجایی؟ چی؟ الدا آتا گفتی؟ چی؟ دختر چی ها میگویی الدا چی ها میگویی؟ ریزبان برو کمی استراحت کنی منش تو شنیدی؟ شنیدی چی ها میگوید؟ الدا میگوید الدا استراحت کنید آرام شوید رئیس آرام شوید بهو تو برای بعد شما رو شیخ بزنیم روید خوش میگوید الدا میگوید برای همش نرسید
به من چی شد؟ من مردم. نه خیزبان نمرده، خواهد نشم. آلدو در کجاست؟ آن خوب است؟ بله خوب است. دکتر در کجایی دکتر؟ قاتل قماندان انا همین. دکتر چرا اینقدر دار میزنی؟ بیمار دارم. بعد از فهمیدنت تو هم بیمار میشوی دکتر. زودتر گردم، مرا بیمارم انتظارم. بیمارت نمیمورد دکتر. بعضی نوارها در دستی تو بوده است. اگر آنها را به من دهی برای از این کسیت ها به تو اپد را میدهم. خوب راضی هستی یا نه؟ فکر کن. چی گفتی؟ اپم گفتی؟ یعنی اپم زنده؟ هر شنیده‌ات را باور کنی همین طور می شود. مثل شیما یک دروغگوی را باور کنی بدتر می شود. وقتی 4 ساعت بعد انتخاب کن یا نوارها یا اپد. انتخاب کن. کنی اینجا بیا قاتل خوردکک. چی شد؟ نزدیک نشوید. به عقلی نکن بچه، شیمان میشم. بین در اینجا چند سلاح تو رو نشان گرفتم. بهترش سلاحت را آهسته به زمین گذار. برای فرار سلاح را دیوانگی نکن. برای پراندن فرصت نداری. یک سامان رو شاید فراری، اما اون نمیگیرد چون که دکتر اینجا من باشم. از مردم نمیترسم هیچگاه. بله تمام. پیشتر را برای چه این کودک را میبری ایتن؟ چون که قاتل اساسی قماندان انا همین است. پیشتر را پیشتر را دکتر چی واقعیه؟ شما از نزد خیزبان به هیچ کجا نروید. کمی باتر دیلا را میکنید. تشکیلات میداند که بحری قماندان را کشته است. برای همین از پستان رفته. خبر دادن خواستم، با اون دهه در آمدن نتوانستم. تو بحری را گرفته از دهه برا، هم از عبدالله هم از تشکیلات دور باشید. خواهید من به شما کمک میکنم. به ما کمک لازم نیست. به ما نزدیک نشد. از پیش پسرم هم نبرو. فهمیدی؟ چیزی گویی حق داری، اما مرا از پسرم جدا کردن نمیتوانی. تو حتی تصور کردن نمیتوانی که من در چه حالم. یعنی فهماندن نمیتوانم. برای شما من همه چیز را ترک کرده آمدم. تو نمیفهمی تا این روز
در برت نبودم هیچ چیز حس نمیکردم، اما حاضر نمیتوانم. برای شما جانم را میدهم. گپت را گفتی، وظیفه‌ات را اجرا کردی. روت دیون بار از پیشم نبرو. راست میگویی زلیخا، راست میگویی، راست میگویی. استودیوی سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دهه‌های استانبول دختر با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کمبیزاد با عرف و عادت‌های سنتیشان او را به پایان میرسانند. شمسی دوست دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک دهه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن نداشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکلی‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت، ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد. زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وام می‌خورند. پیلین داماد شونده داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود. بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن، پیلین عروس شونده مجید به خاطر او شب‌نشینی می‌آراید. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شب‌نشینی روی داد هیچ کس انتظار نبود. یاسمن در گرداب زندگی غرق می‌شود. Kim yaptı? Abi. Kim? Kim çekti? Ben daha Makyaj akacak. Gitmeyeceğim demişim. Nasıl olsa hep beraberiz. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد میکند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی میتوانید دسترس نمایید. طاهر؟ آقای طاهر! طاهر چی گپ شد؟ با من راستش بگو. خدیجه زنده است؟ چی؟ چی؟ چی شد؟ چی شد؟ تو چی نمیفهمی؟ از تو میپرسم که خدیجه زنده است؟ زنده است. دیدم زنده. شکری خدا. مادر جان. او را با اون طرف سرحد فرستاده بودیم. مادر جان آرام شوید. جدی فکر کردن اما بازیم. تشکیلات میخواهد که نوارها را با خدیجه عوض کند. اگر با سیمان رویم هم خدیجه را و هم بهیر را نجات میدهیم. بهیر را؟ بله. کماندان تشکیلات را کشته گفته او را گرفته بودند. هیچ ممکن نیست. این طرف شدنش معلوم بود. برای من شده کودک را دستگیر کردند و او را حتما قتل میکنند. بیا دکتر، زود برایم. تو خدیجه را نجات میگی، من بهری را.
دیلا شما با نقطه تیگه روید کیزبان رو تنها نمانید منش یلماز بله نوار ها رو میاری منش با شما نوار کیچه رو میدیم این رو برده برای استید براییست؟ تو با او باور میکنی؟ خواتر نشد مادرم برای دخترش همه کار رو میکنند میرویم دکتر میرویم طاهر من هم میایم نه یلماز بهترش اینجا بمان آنها رو ایجاد کن منش خدا راحت را شاده کردم اصلا با دقت باشه با دقت باشه آقا یا حتا او را با کجا ببرید من از کماندون سینان گریخته او گریخت خواهید پیش درو خودتون را یافته آوردم کماندون تو کشتی بله من کشتم از دستم آید تو رو هم میکشم همه تو رو میکشم آره جناب من از حاکم بریم در نزدی آنها هم این جلدم جلد بعد کشت پس ریم مامو کماندون پیش درو آقا بطر کماندون من از شما اومدم کماندون کیستن آنها از قرارگاه زدن اومدم گفتن که او رو به نزد شما بیاریم و این حجت اینجا بذاره کماندون برده محکم کنید قربانتون جهان قربان یاد نکن سعدیه کودکم رو با دیگر کردم رفته کودکم رو گیرم هیچی جون بکنم از برای خدا من سعدیه زودتر رفته کودکم رو گیرم هیچی جون بکنم دادر جون هیچی جون بکنم رفته کودکم رو دادر جان تو برام میتوبی کودکم را از من گرفتم قربانت شوم که من کودکم را گیرم مرا ببخش خواهرم از دست من کاری نمیآید دادر جان از برای خدا کودکم را گیر از برای خدا کودکم را گیر هیچی جو میکنم کودکم را گیرم فقط روی من بیترکم قربانت شوم حالش چطور است آقای رئیس؟ شکر خدا حاضر خواب است Aldo گفت Aldo گفت
آدو قربان در اینجا کجا قربان من در نظر یعنی با چی کار کنم من با تو نزدیک نشده بودم من با تو نزدیک نشده بودم من با تو خودم نیستم تو قیمت نشید من با تو نزدیک نشده مرا پدر نکن چیکن پدر ها مرا پدر آقای طاهر فرستاد گفتی؟ این نوارها رو چکار میکنید آقای رئیس؟ کاری آن شکینی بیشتر را تمام میکنم به سرش بلا میشوم. آفرین دکتر جوان مرد بوده است. خدایا به آنها کمک کن. بیا دکتر بیا دکتر بیا به اینجا کنم پنهان شو. بحثمون خوب شد بسیار خالی ما رفته شده بودم ناگاه اصلا تو چرا این کار کردی سیمون؟ چون که با من محقول نیستم. کماندان را تو کشتی؟ ها بله من کشتم. اگر میتوانستم همه اتون رو میکشتم. احتراف کرد. یعنی چنان بیگناه است. روی آمده کارش را دوام دهد. اگر نیاید جزاش مرگ است. این کودک هم به مرگ حکم می شود. را خود حاضر قتل کنید. برای فرمان را اجرا کنید. من شما نمیتونم کافیر ها. خدا این لباس با تو زیبیده است. چرا عصبی هستی؟ عصبی نشو. آرام شو. همش خوب می شود. عصبی نشو. سینون کماندان؟ منم. تو را به قرارگاه آوردم. تو در همین جا میمانی. تو سلاحدار میسازم، جنگاور میسازم. البته جنگاور میسازم. هر کس جدای خواهی را باید ببیند. بود آموزه شده برا میکشم. حاج وقتش نیست. شیطان خزانه ما را زودتر. نشان گیرید. بیا زودتر باش. رفتیم. خاموش گذار بیا.
باید این کار رو مکنیم اپا رو یکنم بودیم سلیما اپا؟ با من بیا به این طرف اپا چی میخوایی؟ نترس ما تو رو نجات میدهیم اپا باید دادرکم زود آمدن لازم زودتر اپا جان زودتر مرا سرده پس چه ببری مرا خاموش گپ نزن گذار گام نزن این طرف بیا به این طرف حاضر به پسم نگاه نکرده به نزد مادرت رو و از عبدالله هم دور دار وگرنه تو را یافته خوب میکوبم فهمیدی؟ ها تو خودت چیستی که مرا میکوبی اگر باز گپ گردانی میزنم و تو گفتم زود از اینجا گریز تو نگوی که چیستی به هیچ کجا نمیروم یا اینکه یگان دوستی پدرم هستی پس تو در کجا بودنش را میدونی کنی گپ زن او در کجاست توبه پی کارت شو اگر نروی تو رو میزنم تو پدری به شرفی مرا میشناسی گپ زن در کجاست تو نگویی به هیچ کجا نمیروم چی گفت اینو گوره دستگیر کردم خواهید را از من میگوریزم مگر بیا این سینان تو این قدر اصال نجات نمیابی تو هم محکومی نه محکوم نه او خودش به قرارگاه آمد پس آزاد است این را شنیدی باتن رو خوش آمدی رو پری اون طرفی رو خودتون روید تشکر سلیما شگانتون بی خطر بود رفتیم آقا جان رفتیم دختر گوره برو ببی بشرم بیا اچوکی بیچارم رو گریستن توی کودکم را از من جدا کردم رو نگریسته به هیچ کجا نمیروم اپا حاضر نمیشه در این حال گریستن نمیشه توحید به من گوش کن بیچارم رو بزنی دیگر میگن رو خیلی خود است باید شیر خورد گرسنه است قربان شوم اگر رو نگریستم از غمش میمیرم اپا جان شتاب کردن اما لازم آخری آنها ما رو تحقیب داره خودی حاضر ما رو بشیر میکنم و دورو میگیرید انشاءالله کاری از دستمان آماده را میکنه زودتر شتاب کنید اپا جان شتاب کنید یعنی تو پسری من هستی ها؟ به خدا پدر بودن چه خوب است درست شاید که خدا باشد آخرین زیبایی را بین هیچ تصور نمی کنم که این پسرم است
این تصادف هم شدن نمیتواند. سلیمه، التماس سلیمه، شرم را از قرارگاه برار، او را نجات ده و نزد مادرش رود. منو ببخش مادرم، دیگری روش نداشتم. رو به این کار هم رو کردن و میخواستم. او در آنجاست، زودتر دستگیر کنه، زودتر. من در کجایم؟ در جای بی خطر.
شما از من چی میخواید؟ شما کیستید؟ ما وطن دوستدارانیم. یعنی وطن دوستداران اگر با ما همراه شوی باید از بحر بسیار چیز گذری. چی وطن دوستدار؟ زنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نفس عوض نمود. عزیزم چرا بی‌وفایی میکنی؟ چرا اینقدر سنگین است؟ یا رکیب نظیرم جا نکن مرا بمیرم من از بکانی نالد یک بسایی آیندمون آینده ای روشن، حرف جدایی رو نزن با من. هر خیال کنه کن گرزاری کنه دارم میهانی شد قلم بایاتی روشنی ای خواهد جان بسیر قبیلگی دور دستی از کنارم خدا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم جان طیره‌های تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.